دو عضو خانواده فریبا بلوچ فعال حقوق بشر ساکن لندن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ایران شهر بازداشت شدند. بنا به گزارش وبسایت شیوار نیوز که خبرهای شهروندان بلوچ را پوشش می‌دهد، عامر دادآفرین یا بلوچ پسر 18 ساله خانم فریبا بلوچ و برادر او محمد ملازهی 25 ساله هنگام بازگشت از تهران به ایران شهر محل اقامت خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. گفتگو می‌کنیم با مسعود رئیسی، سردبیر وبسایت خبری رسانگ که از ترکیه با ما هستند. آقای رئیسی، آیا معلوم هست که دو عضو خانواده خانم فریبا بلوچ به چه دلیلی بازداشت شدند؟ آیا این بازداشت با حکم قضایی بوده یا با هدف اعمال فشار بر خانواده بلوچ صورت گرفته؟ با درود خدمت شما و بینندگان عزیز. در رابطه با بازداشت این دو نفر، ما از صبح روز دوشنبه 29 خرداد با خبر شدیم، ولی برای راستی آزمایی خبر سعی کردیم از طریق منابع موثق اطلاعات مربوطه رو به دست بیاریم. تا به امروز نتونستیم با خانم فریبا بلوچ صحبت کنیم و ارتباط برقرار کنیم. اطلاعاتی هم که اکنون داریم از طریق منابع ما در داخل به دست اومده. همونطور که گفتیم، عامر دادآفرین 18 ساله فرزند خانم فریبا بلوچ و محمد ملازهی 25 ساله برادر ایشون هستند که روز شامگاه روز یکشنبه 28 در ورودی شهر ایران شهر بازداشت شدند. بعد اینکه اینا رو بازداشت کردن به مکان نامعلوم اینا رو منتقل دادند و هنوز هم مشخص نیست که چه نهادی اینا رو بازداشت کرده. با توجه به اون اطلاعاتی که منبع ما از داخل در اختیار ما گذاشته، عامر حدود چند ماه قبل به طور کاملا قانونی از کشور خارج شده و برای دیدن مادرش به انگلیس رفته بود و الان هم که به صورت کاملا قانونی وارد کشور شده و محمد که به همراه دوستاش در سفر تفریحی بودند به استقبال ایشون در تهران رفتن و الان هم که در حال بازگشت در ایران شهر، در ورودی شهر ایران شهر بازداشت شدن. این دو نفر در حالی بازداشت شدند که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتند و حتی محمد ملازهی تا همین چند ماه قبل، یکی دو ماه قبل هم در دفتر نماینده مجلس شهرستان ایران شهر در واقع مشغول به کار بود و اتهاماتی که در واقع الان نهادهای امنیتی بهشون در واقع ممکنه وارد بکنن، هیچ اطلاعی تاکنون در دست نیست. من فکر میکنم این بیشتر تلاشی باشه برای اعمال فشار بر خانم فریبا بلوچ. خب حالا نکته‌ای که هست آقای رئیسی، با توجه به اینکه اشاره کردید که پسر خانم بلوچ اخیراً ملاقاتی داشته با مادرش در لندن و در حال بازگشت در ورودی ایران شهر دستگیر شده، برای ما بگید آیا به نظر شما این بازداشت برنامه‌ریزی شده بوده؟ چون به هر حال افراد دیگه‌ای هم بودن که به همراه این افراد بودن که بازداشت نشدن. با توجه به اینکه این دو نفر همراه با 7-8 نفر دیگه از دوستان محمد ملازهی بودن و نیروهای امنیتی فقط این دو نفر که از نزدیکان درجه یک خانم بلوچ هستن بازداشت کردن، گمان میره این بازداشت‌ها کاملا برنامه‌ریزی شده بوده و صرفا به خاطر اینه که به خانم فریبا بلوچ فشار بیارن و اونو از مسیر مبارزاتی که در طول خیزش 1401 در واقع بسیار پررنگ بوده باز بدارن. من فکر میکنم اخراج حتی محمد ملازهی هم از دفتر نماینده مجلس توی شهرستان ایران شهر خودش هم یه دلیلی هست که نهادهای امنیتی فشار دارن میارن بر خانواده ایشون، بر خانم بلوچ که در واقع از فعالیت‌هاش کاسته بشه و خب با توجه به اون اینکه جمهوری اسلامی اصلا قبلا هم برای بسیاری از فعالان خارج از کشور این گونه اقدامات فراقانونی انجام داده و سابقه گروگانگیری داره، به نظرم این میتونه کاملا برنامه‌ریزی شده باشه از سوی نهادهای امنیتی. ممنونم. آقای مسعود رئیسی، سردبیر وبسایت خبری رسانگ که از ترکیه با ما بودید.